سلام خدمت دوستای عزیز. خیلی عذر میخوام که ساخت این ویدیو به تأخیر افتاد. کاری که میخوام با این وسایل انجام بدم ساخت یه تفنگ شکار زیر دریا هست که بدنه اون با استفاده از این چوب خاص ساخته میشه. چوب درخت ساج هست که تراکم فوق العاده بالایی داره و وزن زیاد نسبت به چوبای دیگه داره. تقریبا این تیکه چوب 6 کیلوگرم وزنش هست و قیمتش هم به طب بالا بود چون خیلی کمیاب بود. تقریبا این تیکه چوب من 800,000 تومان هزینه شده واسم. این نیزه به این صورت روی این تفنگ حالا وقتی که ساخته شد قرار میگیره و این مکانیزم اونو درگیر میکنه که با چکوندن این باشه نیزه پرتاب میشه و نیروی پرتاب این نیزه وسیله کشای مخصوصی که روی تفنگ نصب میشه تامین میشه. مکانیزم هم به این صورت کار میکنه. به این صورت دوستان وقتی که نیزه داخل مکانیزم قرار میگیره کاملا به وسیله مکانیزم مهار میشه و وقتی این دکمه رو فشار میدیم این نیزه پرتاب میشه. اینم واسه اینه که وقتی که حالا به اون ماهی نیزه برخورد کرد این قسمت باز میشه و ماهی دیگه نمیتونه فرار کنه. این تفنگ تقریبا 15 میلیون به بالا توی بازار دستساز چوبیش قیمتش هست. بریم ببینیم ما با چه مبلغی میتونیم این کارو جمع کنیم. حتما ویدیوهای دیگه منو ببینید.